از آن شعار اسلام ای، از آن شعار اسلام ای. ببینید در بسیاری کشورها غیر از کره شمالی در که بدینی ای، کره شمالی در و خیتای دم اتئیستی ای، کمونیستی ای ممکن است دیگر. شاید کمی ترکمنستان دم باشه، اینجا خبر ندارم، ترکمنستان خبر ندارم که از آن میتن یا نمیتن در مسجداش. دیگر در بسیاری کشورهایی که بگیم که میدونیم یا که میبینیم از آن میتن مسجد، از آن میتن. و همچنین نمازخانه و دیگر قانون‌های که من برای شما گفتم چی نماز باشه چی سطر باشه، در دیگر کشورهای امریکا، روسیه، افریقا و اروپا ببینید بسیار در اون طرفای برای شما من نیست. چی اروپا نمیدونه که سطر بگیم که گنده های یا که بیفتی یا که بده یا که نماز گنده های نمیدونن. همیو امومالی اوقات با سواده که مردم تاجیکستان اوقات زورن که مردم امریکا و اروپا در زورن و نمیدونن یا میدونن که همین بیسطری خوبه به نمازی خوبه. از آن دادن این شعار اسلامی، از آن شعار اسلامی. هیچ کس ضرر نداده، هیچ کس ضرر نمیده. میدونه که برای چه میرم من کردگن از اونم. ما از آن جمله یادم است که در یک مسجد جامع خانه بدیم، همون ملای گلو یا که ملای جاهل گفته که سوال شدن که برای چه از اون من کردن، گفته که از همین محله شکایت کردن که سحرا از آن میتن ما را خواب بیدار میکنن. اگه ببینید اولا که اون محله کیه؟ دروغ میگین، دروغ میگین. اون محله دا کیه؟ چند نفره؟ بینمازه، بنمازه. اگر که مسلمان باشه نباید این کارو بکنه. خوابی نبیگذار که سحر او را خوش بیدار میکنه، سحر خوش بیدار میکنه. بسیار شما دلسوز بدین، غم مردم رو میخرید. چی با که اگر یک سراینده بیاد تا سحر با همین دیده که 6-8 تا دینه میمونه د سه قشلاق د سه محله اون طرف همه رای خواب هم بیدار میکنه. اون موتم داره و زیقای فرق نداره. این امور لایش خونده است. چی با اینجا قانون نمیبره؟ و بغیر از این بگذار سحر دا رای خواب شدنش بیدار میکنه. وقتی نمازی پیشین، عصر، شام، حتی خفتن هیچ که خواب نیست. در این وقتا هیچ که خواب نیست. چی با در این وقتاش من نیست؟ منه. از آن پنجم قانونی که بر ضد اسلام رو آوردن، از آن من کردن در مسجدها. بازم میگم که بهانه‌شون فقط همین است که آدم‌ها را خوابشون بیدار می‌کرده سحر. اینا ببین. بعد میگه بعضی چی میگن؟ امامعلی در سازمان ملل اسلام دفاع کرد. ای لعنت به همون امامعلی. یا که میگن 4 بار حج رفت. بازم میگه لعنت به همین حاجی امامعلی. میگنش که مسلمان 500 ای لعنت به همین مسلمان 500. میگنش که قرآن با تاجیکی پیروی کرد. ای لعنت به همین قرآن پیروی میکرده. میگنش که فرزند مسلمان ای لعنت به همین خیلی فرزند مسلمان. میگنش که جشن امام اعظم گرفت. ای لعنت به همین خیلی جشن میگرفتگی. میگن مسجد کلانتری ساز کردگی. ای لعنت به همین خیلی مسجد کلان ساز میکردگی. خب ششم قانونی که بر ضد اسلام یا که مبارزه که برده است، کتاب‌های اسلامی از خارج وارد شدنش منع. چه فهمیدین؟ کتاب‌های اسلامی از خارج وارد شدنش منع. خیلی مثال بگیرم، قرآن یکی از کتاب‌های اسلامی و یکمین کتابش قرآنه. من یاد دارم در رسانه‌ها خوندم هست، اینا بدون ببینید. یکی از پالکونیک نامش نمیدونم ایدون رجب نام داشت، در گمرک کار میکرده است، در تماجنی. وقتی میگه که مصاحبهش میگیرن، سوالش میتن خبرنگارا که همین قانون چخیل میشه، شما آیا تا امروز شاهد شده که از همین خارجه کتاب میاد شما دستگیر کنید؟ میگه بله، چندین نفرها را میگه جزا دادیم، جریمه کردیم. میگه کتاب‌های از بیرون میارن در گمرک، در تماجنی، سرحدی زمینی، آسمانیش نه زمینیش، میگه دستگیر کردیم و به جوابگاری کشیدیم. حتی میگه که یک نفرش میگه دستگیر کرده، میگه قرآن آورده است، قرآن میگه عربی را. شما تصور کنید امروز چه خیلی بفهمید قرآن واقعا عربیه، قرآن واقعا عربیه. نماز خواندن در مسجد تا سن 18 من هست. 26 ماه دکمبر 2011 قانون درآمد. بدونید قانون شنیدنی هستن که
تا زیر سن 18 را به مسجد رفتن منع، قطعا منع. یعنی چندین نفر ما شنیدیم که جزا یا که جریمهش بستن. حتی بعضی مسجدها را محکم کردن. از اون جمله در ولایت ختلون در شهر قرغن‌تپه یک مسجد به خاطر یک بچه 7 ساله یا 8 ساله مسجد میروه، مسجد نه تنها محکم میکنن، چپش میکنن. امام خطیب شهر کمی فشار میارن، میگریزه مسکو میروه. 2012 یا که همون 11 همین کار میشه در همین قرغن‌تپه ولایت ختلون. یعنی چی؟ ما حدیث داریم. اولا که آیت قرآنه. بچه اولا این رو مثال بیارم که بچه همه ما شما میدونیم مردک ای 12 سالگی بالغ میشه ای نگاه شریعت. این قانون دنیایی که میگه پلوس 18 تا 18 را نوبالغ. بله قانون دنیا تا 18 اما اسلام دختر ای 9 ساله بچه را ای 12 ساله میگه. حتی نگاه که قانون اسلام درباره بالغ بودن یک طرف، پیامبر چی میگه؟ فرزنداتون به نماز تشویق بتین، امر بتین، تبلیغ بکنین او در 7 سالگی باشن. گپی پیامبر یک طرف میسته، گپی رحمانوف یک طرف. یعنی که یک پیونسکا وخی نه یک پیونسکا نخیر میسته فکر میکنه که میگم کودکو چی در کار مسجد برون. یک قانون میبرن، یک ورقه و دفتر وخی به پول در پیشش مینایسه که همین را بگی پارلمان رایی میکنه. 2010 رئیس مجلس ملی کی بود؟ عبیدالله بود. مجلس نمایندگانش کی بود؟ کلی شکور ظهور بود. هر دیمیا میگن که رئیس پارلمان پایانی و بالایی بودن. قانون را قبول کردن و مردم هم خب کرد. مردم تاجیکستان خب کرد. چی خیر؟ با بهونه‌شون هم نگاه کنیم در چی آوردن اخی. من مثل فقط غیر از لعنت دیگه نمیدونم برای چی بگم. تازه بهونه گفتن که درس مهمه، مسجد میروند. اونو یک بدبختی گفت که مسجد چی میگیرن. امام علی چم گفت مسجد، گفت که مسجد اینترنت، گفت که جای افراطی جوان ها میشود. اما دیسک کلوب یا که توی ها در رقص بازی کودکا یا که تا 18 را چی باید با مسکو رفتن من نیست. تا 18 سالگی را چی باید با مسکو رفتن من نیست. بسیاری کودکا با پدر مادرشون میرن مسکو، بسیاری حتی برای کار میرن 16 17 ساله. زیاد شما میدونید حتی همین تماشابین شاید 17 ساله باشی در روسیه میره کار میکنه یا که در دیگر جاها. چی باید تا 17 ساله را تا 18 ساله را به خارجه مردی کوری من نیست. چی باید مرشروفکا من نیست. تا 17 ساله 18 ساله مرشروفکا من نیست. خشامتگویی پیشوازگیری من نیست. چی باید طریق قانون نمیبره. مسجد رفتن تا 18 منه. بهونه‌شون چی؟ تعلیم باید بگیرن. چی؟ دینی. در مسجدها میرن میگه که هر خیلی رویه ها شاید که فکر نظر و عقیده جوان ها رو میگه علیش کنن. بخوی شما همه نگاه کنید شیطان ها را، تمام این ملاها در زیر نظارت کنترل شما هم. نفس کشیدن به اجازه شما را حق ندارن. ایرو حتی ورق میخونن. مسجدها در اختیار شما هم. چه جوان میرود عقیدهش دیگه میشه. یک بهونه یافتم ده میره که تو 18 را نروان. خب بعد 18 چی؟ باز هم اینجا میگم که این قانونشان ضد اسلامه. در این قانون کسی امضا گذاشته، کسی قانون برآورده، کسی راضیه کافره. را آشکار بدونید. ای دنیا به ایمان میروه. اون نماز و روزش معنی نداره. شما را میدونید نه؟ زیاد نفر هست که اسلام بیرون میشوه خودش درک نمیوه. اینا بدونید. نمی نفر که واقعا مسلمان هست. ما شما میبینیم مسلمانه. اینا پیامبر گفته که سحر مسلمانه شو کافره. شو مسلمانه سحر کافره. یک گپی میگویی که اما ضد گپ خدا یا که ضد هم قانونهای خداونده. ضد شریعته. آدم اسلام بیرون میکنه. خب چهارم، نماز خواندن در جایهای جمعیتی منه. انا که شما ببینید قانونا را شما ببینید. پیشتر گفتم تا 18 را منه. با مسجد نریم. با مسجد نریم. مکتب بریم. چی بخیر؟ ما نمازهایی داریم که در وقت درس نیستن. مثلا بامداد
وام داد. اگر روز شنبه بازار را بگیریم پیشین اصلا این 5 وقت در روز شنبه بازار این 5 وقت اخی چی با نرود طلبه چی با نرود وقتی که در دیگر روزاش بهونه میارن که درس وقتی درس نروند مسجد در روز شنبه بازار تعطیل چی با نروند شب و نماز شام خفتن این با درس هیچ ربط نداره. سلفان فروشی میکنن چی با سیرشون نمیگیرید کمکشون نمیگن که برن مکتب بخونن یا که در شب میگردن چی با سیرشون نمیگیرید. خب در جایهای جمعیتی چهارم در جایهای جمعیتی نماز خوندن منه. انا که شما تصور کنید که تو هجده مسجد رفتن منه خیلی کودک دیگه در خونه‌ش هم بسیاری نمیخونه. برای مسجد اساس برای چی باید برای مسجد رفتن تنها برای نمازخوانی نیست. مسجد خودش یک مکتبه مسجد خودش یک مدرسه ہے جای تعلیم ہے جای اونجا روحی و روانی ترا اونجا باید درس بتن میفهمید. خب جواب میگم که هدفشون دیگه چیزا اینا را مردم از اسلام دور کردن از ایمان جدا کردن. در جایهای جمعیتی نماز خوندن منه. انا که جدا سن سالش معلوم نیست سن سالش معلوم نیست که او 18 ساله ہے یا که 40 ساله که 50 ساله. جایهای جمعیتی گفته چه خیلی همین مکانهایی که آدم میره اینا بازار مثلا زیادتر در بازار یگان وقتی جشن باشه یگان مردم جمع میشن که یگان میدان‌های استادیوم در اونجا و در یگان راه‌ها همین شاهراه میگیم که کوچه‌ها خیابان‌های جایی که آدم گذره درون مغازه‌ها خب اداره‌ها جایهای جمعیتی معنی نماز اینا که شما تصور کنید همین خطرش مونده که همین آشکار بگن که یگان تا نماز نخوند این هم خگب شد. خب بگین نمیگه پا هم بگین که یگان تا نماز نخوند فرمانی امام علیه. امجد یک چیز دیگر من برای شما شناسایی کنم. در اکران شما 5 نفرن خطا نکنم صورتشونه اینا حمدالعبای اینا میشناسین که حمدالعبای اینا میشناسین دیگه نیاز به معرفیش نیست. در پهلوش عبدالرحیم خالقزاده ہے سابق رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها 2007 تا 2015 را عبدالرحیم خالقزاده 2015 تا 2020 وکیل مردمی به گفته خودش در پارلمان 2020 هم با انتخاب شد 2020 انتخاب شد اما 27 اپریل این ماه گذشته همین سال روان رئیس مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین شد. عبدالرحیم خالقزاده همین گفته بود که در جایهای جمعیتی سوال دادن ویدیوش هست آوازش هم هست من اون جدا نکردم دیگر وقتی خبرنگارا سوالش میتونن که خیلی در جایهای جمعیتی و یک نفر هست که وقتی نمازش قضا میشه که امکان داره خیلی میخونه میدونن چی بهانه آورد گفت که 2011 گفته که این قانون هم میدونن کدام سال برآمدگی در جایهای جمعیتی 2011 برآمدگی قانون شد بعد همون قانون تو 18 رفتن منشید ایشم همون 2011 برآمدگی سوالش میتونن که چی باید در جایهای جمعیتی معنی مثال میدونن چی رو آورد به عقل آدم توپوی گلوی شبیه میگه که ما برای شما میگه خونه کعبه را مثال میارم خونه خدا را مکه را میگه شما میگه تصور کنین که در اونجا مردم طواف دارن نماز خوندستن سربازا یا که همون پلیس ها میگه راست ایستادگن حالا که میگه وقتی نمازه اونا میگه چون که میگه مسئولن وظیفه دارن یا اینکه میگه تمیز میکردگی و تازه میکردگی هم اوبارچیکاش هستن که در مکه مکرمه و نباید که بستن و همیخه بنابرای امو خونه کعبه را باید که تازه کنند میدونی خیلی دیگه اونجا 24 ساعت آدمه اونجا نیاز داره که 24 ساعت باید که نگهبان تازه بگیم که اولفته باشه اونجا همون را مثال میاره هم خندت میگیره هم غضبت میکنه که چه تاجیکستان با کعبه برابر میکنی تاجیکستان میگن که تاریخ کهن داره میلیون سال تاریخ داشته باشه میلیون سال تاجیکستان با مکه هیچ وقت برابر شده نمیتونه 10 میلیون مردم تاجیکستان بگیم 10 میلیون ما قریب یعنی 10 میلیون اگر 100 سالی همش گارانتی قطعی عمر ببینن 100 سالی همش مثلا شب
روزا نماز بخونن، روز تا بگره روزادار باشن، یگان گناه صغیره دارن کبیره دارن، خردترین گناه را نکنن کو باز هم تاجیکستان با مکه برابر نمیشود. مکه مقدس ترین مکان در روی دنیا است. قرآن میگه ایران بهترین مکان در روی دنیا مکه است، با برکت ترین مکان در روی دنیا مکه است. شما چی تاجیکستان را با مکه برابر میکنید؟ و این بهانه تون هم نمیشود. یک نفر وجود او بگیم که ضرور داره، نه نفری که در تاجیکستان است ارامی عبدالرحیم خالقزاده مثال میاری، نفری هست که مثلا سوداگر است، یا که این بگذار سوداگرش نمیگم، کارهای حکومتی میکنه، در بانک کار میکنه، اگر برای 20 minut همجا سیگارت بکشه یا که برای 20 minut تلفن در گپ بزنه، شما قانون داره که امر ممکنه نداره؟ یا که خاطی یک مشتریش بشینه چپ چپ کرده، یعنی بشینه اول پرسیش کنه بشینه، شما قانون داره نداره؟ در بانک گفتستم، یا که در پرکاتورش یا که در ملیسش نه 20 minut نیم ساعت بشینه خیلی چای کاوت کرده، شما قانون داره که ممکنه چای خری 5 minut باشه، سیگارت کشی نباشه، در وقتی کار باید 24 ساعت یا که 8 ساعت 10 ساعت باید دست در همون روچکه و پشت در کتاب باشم، خیلی داره قانون نداره؟ آیین‌نامه شما خیلی نیست و شما با قانون هم عمل نمیکنید. نماز چند دقیقه و کدام نمازها در وقتی کار شما توغری میگیره؟ تنها نماز پیشین و عصر، دیگه یگان نماز توغری نمیگیره. و باز من میگم که در بازار سودا میکنه مکان‌های جمعیتی، اخی او خودش هم همونجا بگیم که اشیایی که میفروشه و اون قدر بیعقل نیست که اون را بپرته برای ساعت‌ها نماز بخونه بیا هیچ مالش نیاورد، او خیلی نمیکنه که حتی همون بعضی ما نماز نمیخونن. شما حجاب فقط با میگم که دشمنی با اسلام میکنید، حجاب همه مردمی تاجیکستان همون زنهاش نمیکنن، اگر همه اجازت هم باشه نمازخونه هم اگر اجازت هم باشه همه اون مردم نمیخونن نماز. شما فقط میخواهی که همه زنها لیج باشن، همه مردم به نماز باشن، به دین باشن، همین فقط به زبان میگه ها مسلمانو، به زبان مسلمانی هیچ کس قبول نمیشه. ایرا بدونید مسلمانی هم بر دل هم به زبان، دل تصدیق میکنه، زبان بگیم که جاری میکنه که قبول میکنه. میگه جمع گفتم 6 نفر شناس میکنم، این موضوع خیلی از طرف رفتیم. عبدالرحیم خالقزاده شناختنش بازم میگم که نفری بود که رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم از 2007 تا 2015 را بود وکیل مردمی شد تا 2020. از 2020 با وکیل شد، 27 اپریل آزادش کردن، بردن رئیس مرکز اسلام شناسی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موندنش. نگاه کنید رئیس مرکز اسلام شناسی یعنی چی؟ یعنی که تمام همین کتاب‌های گفتم که همین را همون نظارت میکنه، تمام خطیبا را نظارت میکنه، تمام گپ قانونایی که اسلامی ای کو امور نظارت میکنه. مثلا یک ملوبچه را میقپن کو میبرن یا باید که نظارت کنن، سوال جوابش کنن که همین کدام اسلام میدونه، کو اسلام چی میدونه، افراطی نیست و دیگر قانونهایی که بر اسلام رد دارن یا اگه اسلام رو بعدی خودشون تحلیل میکنن در عملی پیشنهاد میکنن. نفر دیگرش کلی سلیمان دولت فعلا رئیس 2015 ماه ینور آمدگی رئیس کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم های باز ایران رئیس های 2015 5 سال شد. همین قانونی که گفته استم ضد اسلامان همو برآوردگی شونه، یعنی که همون کمیته دین برآوردگی شونه با بگیم که چند نفر دیگری که پس پرده، اما در عموم عملی پیشنهاد میکنه یا قبول میکنن، ایدس هیچ نمیاد. این همون عملی اگر بگه که بمبر میگه خوب شده جناب در حال خچه میکشه. نفر دیگرش خیلی مکرم ایران میشناسیم، رئیس شورای علما مفتی تاجیکستان. نفر دیگرش فراد فیض‌الله برادزاده، این هم 2015 تا 2020 تا 1 مارس رئیس مرکز اسلام شناسی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود و فعلا در پارلمان وکیل است. 1 مارس 2020 وکیل پارلمان ای شهری ترسونزاده ای شهری نو تعیین شد